تصور کن نوری که امروز میبینی 13.8 میلیارد سال اسیر بود و نمیتونست حرکت کنه. آیا میخوای ببینی این نور چگونه از مه کیهانی تاریک آزاد شد و جهان رو روشن کرد؟ حدود 13.8 میلیارد سال پیش چیزی رخ داد که سرآغاز همه چیز بود. یک نقطه فوق‌العاده کوچیک و متراکم، کوچکتر از هر چیزی که میتونی تصور کنی. ناگهان شروع به گسترش کرد. ما این لحظه رو بینگ بنگ مینامیم. اما برخلاف اسمش این یک انفجار معمولی نبود، بلکه گسترش خود فضا و زمان بود. یعنی اینطور نبود که ماده در فضای خالی منفجر بشه، بلکه خود فضا بزرگ می شد. این گسترش با دمایی باور نکردنی همراه بود. دمایی که در اولین لحظات میلیاردها درجه بود. در چنین شرایطی هیچ اتم یا مولکولی نمیتونست وجود داشته باشه. همه چیز در قالب ذرات بنیادی مثل کوارک ها و الکترون ها شناور بود. شبیه به یک سوپ داغ و غلیظ کیهانی. در همین لحظه فوتون ها یعنی ذرات نور به وجود اومدن. اما برخلاف انتظار ما جهان روشن نشد. چرا؟ چون محیط اولیه جهان مثل یک مه بسیار غلیظ بود. فوتون ها مدام به ذرات باردار برخورد می‌کردند و مسیرشون منحرف می‌شد. دمای بالا اجازه نمیداد پروتون ها و الکترون ها کنار هم بمونن و اتم تشکیل بدن. به همین دلیل فوتون ها آزاد نبودن و مثل زندانی ها اسیر در دریایی از ذرات پر انرژی سرگردون بودن. تصور کن اون موقع توی جهان بودی. هیچ نوری به چشمات نمی رسید، چون هر فوتون قبل از اینکه مسافت قابل توجهی رو طی کنه بلافاصله گیر می افتاد. اما جهان مدام در حال انبساط و سرد شدن بود و این تغییر همه چیز رو عوض کرد. حدود 380,000 سال بعد از بینگ بنگ دما به حدود 3000 کلوین رسید. در این دما انرژی فوتون ها دیگه کافی نبود که الکترون ها را از پروتون ها جدا کنه. پس برای اولین بار پروتون ها و الکترون ها با هم ترکیب شدند و اتم های خنثی هیدروژن شکل گرفتند. با تشکیل این اتم ها الکترون های آزاد به شدت کاهش پیدا کردند و همین یعنی فوتون ها دیگه گرفتار نبودند. برای نخستین بار نور آزاد شد و جهان به یک بار شفاف گردید. این لحظه رو عصر بازترکیب می‌نامیم و نوری که اون موقع آزاد شد امروز با نام تابش زمینه کیهانی شناخته میشه. این قدیمی ترین نوریه که هنوز در فضا جریان داره و رازهای دوران نوزادی جهان رو برامون فاش میکنه. حالا برسیم به سوال اصلی. آیا نور از همون ابتدا وجود داشت؟ جواب پیچیده است. فوتون‌ها از لحظه‌های نخست بینگ بنگ به وجود اومدن. اما اونها مدت‌ها اسیر بودن. تنها بعد از شکلگیری اتم‌های خنثی بود که تونستن آزادانه سفر کنن. یعنی نوری که امروز ما می‌بینیم نتیجه آزادی فوتون‌ها بعد از حدود 380,000 ساله. از اون لحظه به بعد فوتون‌ها آزادانه در کیهان حرکت کردند و امروز بعد از گذشت میلیاردها سال همچنان به ما میرسن. همین فوتون‌ها تصویری از نوزادی جهان را برای ما ثبت کردن. تصویری که بهش میگیم تابش زمینه کیهانی.
هر کدوم از این فوتون‌ها یک پیام رسان از گذشته‌های دور هستند که هنوز در سفرن. ما با ابزارهایی مثل ماهواره پلانک و دبلیو مپ تونستیم این تابش رو با دقت بالا ثبت کنیم و چیزی که دیدیم شگفت‌انگیز بود. جهان اون زمان کاملاً یک نواخت نبود. بعضی جاها کمی گرمتر و بعضی جاها سردتر بودن. همین تفاوت‌های کوچیک باعث شد بعدها کهکشان‌ها، خوشه‌ها و ساختارهای بزرگ کیهانی شکل بگیرن. یعنی این نور قدیمی نقشه‌ای از آینده کیهان رو در خودش داشت. اما بعد از این آزادی نور اتفاق جالبی افتاد. جهان وارد دوره‌ای شد به نام عصر تاریک کیهانی. اگرچه فوتون‌های CMB در حال حرکت بودند، اما هیچ ستاره یا کهکشانی وجود نداشت که نور تازه‌ای تولید کنه. جهان پر از هیدروژن خنثی و سکوت مطلق بود. این تاریکی چند میلیون سال ادامه داشت تا اینکه گرانش مناطق کم تراکم‌تر رو به هم کشید و شرایط برای تولد نخستین ستاره‌ها فراهم شد. وقتی اولین ستاره‌ها متولد شدند، جهان وارد دوره یونش مجدد شد. فوتون‌های پر انرژی این ستاره‌ها دوباره اتم‌های هیدروژن را شکستند و محیط کیهان شفافتر شد. حالا دیگه نور میتونست آزادانه حرکت کنه. کم کم جهان از یک محیط تاریک به جایی پر از نور و انرژی تبدیل شد. این عصر تقریباً 400 میلیون سال بعد از بیگ بنگ آغاز شد و نزدیک به 1 میلیارد سال ادامه داشت. جهان پر از ستاره‌ها و کهکشان‌های اولیه شد. امروزه تلسکوپ‌های عظیمی مثل جیمز وب در تلاشن نور همون نخستین ستاره‌ها و کهکشان‌ها رو شکار کنند. نوری که پایان دهنده تاریکی کیهان بود که داستان نور به اوج خودش میرسه. نوری که میلیاردها سال سفر کرده که امروز به چشمهای ما برسه تا رازهای نوزادی کیهان رو برامون بازگو کنه. حالا تصور کن شاید همین نوری که امشب به آسمون نگاه میکنی پیام‌آور گذشته‌ای باشه که 13 میلیارد سال قبل اتفاق افتاده. این همون چیزیه که علم کیهان شناسی رو شگفت‌انگیز میکنه. هر بار که به آسمون خیره میشیم، در واقع داریم به گذشته سفر میکنیم. اگه از این سفر در زمان لذت بردی، حتما توی کامنت ها بنویس که کدوم بخش برات هیجان انگیزتر بود. مه داغ کیهانی، عصر تاریک یا تولد اولین ستاره ها. و یادت نره ما تازه اول راه کشف های بزرگ هستیم.